خب این درمانش چجوریه؟ چقدر هزینه داره؟ کجا باید درمان بشه؟ حقیقتش برم آمریکا یا آلمان؟ آمریکا. خب نیویورک. نیویورک. دکترات از من گرفته اونجا باید درمان میشم. مامان بسر کن. نه دست نمیزن کن. یک کلیپی الان من دیدم، واقعا خیلی ناراحت شدم. نمیدونم حالا چه نوع بیماری نادری هست که این شخص گرفت. این دستش حالت ریشه درخت گرفته. حالا من کاری ندارم که کلیپ قدیمی هستش یا کلیپ جدید است، ولی خب اگه کسی میتونه کمک کنه، چون من خیلی برا من نوشتن که اگه میشه تو رسانه‌ایش کنی، تو فضای مجازی بندازی که شاید کسی بتونه کمک کنه. و جدیدن البته یه کلیپ دیگه دیدم، یه کودکی هستش که تازه دستش داره حالت ریشه درخت میگیره و اگه میتونید نذارید این بچه سرنوشت این مرد دچار بشه.